چجوری آخه لامصب تو این کامیون فقط آقای شربتی عروسکیشون داری لاک میزنی ببینم ما چی رو باور کنیم؟ سوزن کشیدن تو باور کنیم؟ شربتی شیرازی تو لاک زدن تو چی رو باور کنیم؟ تازه لاک هم قرمز من که ادعایی ندارم. آقا معماریان من دستی هم اونجا ببخشید. آقا معماریان این چی میگه؟ خانم ویدیو دارم زحمت میکشم ما بازیگریم داداش چی گفتم باید بزنیم. میگه خراب هستم. خوش رنگه برای یه بار پیش بغل صورت بشین. دستتون نقره‌ای آقا معماریان بغل صورت مبارک. میگم من این پدیکوری چیزی مانیکور میرفتم میکاشتم و ژل می‌زدم. سه نگاه تو بچه‌ها باش بعد دیالوگ بده. سه دو ندای گویه درم ولی نمیدونید دلم چقدر براتون تنگ شده بود. هر لحظه به یادتون بودم، به فکرتون بودم و الان که میبینمتون خیلی خوشحالم. اینو به یادتون ما میگفتیم که خب اینو من یه بار دیگه بگید. خیلی غمگین چی؟ خواهشون هست، خواهشون از خواه همون استفاده میکنه. آره چی؟ از این ور نمیگیره، فقط از علی میگیره. نه باید بشینید ولی نه بشین، همه بچه ها باید بشینید، صداشون میخواد بگید. ولی خیلی دلم واسه تون تنگ شده بود تو این چند وقت واقعا. نه؟ اینو میذارم تو ادیت میذارم. مرتضی میدونه دیالوگو میاد بهت میگه. آقا جون مادرت من این نمیدونم براتون ندارم. اینو تمامش کنم. خسته ای آقا علی؟ خسته ای؟ انشالله که بعدا نتیجهشون بگیریم خستگی از طرفون در خسته نباشید مادر. خیلی تصویرش میکنه. وید داری میگیری نه؟ بله. انقدر با 50 پیکس مال نگرفتم ما تو کار نبودیم وید دوست دارم. نیم علی رضا اومد بگیره بشین بریم آقا مسعود بشین. سری نورم آقا من یه دقیقه میشین. نه نشسته باید باشی. راکوردت نشسته است. بگیریم ازش. خب آقا یه دقیقه ساکت. یه بار دیالوگ مرتضی من میگم میگی که بچه‌ها نمیدونید چرا دلم براتون تنگ شده بود. پارسال تا الان خیلی دلتنگتون بودم. لحظه شما میکردم که دوباره ببینم. تو بشین. آقا سکوت لطفاً. آقا سکوت. منو که نداری تو قابعی رضا. بچه‌ها نمی‌دونن چقدر دارم چیز خیلی ناراحت میشم. علی رضا منو نداری که خب سه چجوری آخه لامصب تو این کامیون فقط بچه‌تون تو بالا برم. ساکت. برای این که نمیدونین که چقدر دلم براتون تنگ شده در پارسال تا الان. هر لحظه به یادتون بودم، الان که میبینمتون خیلی خوشحالم. برید. سه مرتضی بیا. 3 2 1 حرکت. زر مفت نزن. آقا از پارسال تا الان کنار علیه ها شربتی پارسال واقعا
خیلی خوشحال بودیم که جناب علی آقا بودیم واسه تولد گرفتیم تو کلیپ، ولی الان تولد واقعیه آقای علی غفاری زاده آقا معلمه. تو ادیت واسه آهنگ بزنید آقا خیلی مبارکه. حمله دو جانبه بود. آقا من یه نیستم، خدا رو شاهده من یه نیستم. او ولش کن نمی‌رسید تعویض دادم یا چی؟ داش نمی‌رسید. کی میاد چی رو بازی کنه؟ آقا این شوه. اینا معاون اینجاست لازم. لباس داره پیرن باید گرفت کنه. یه دقیقه همین تو حیات یه چیزی بگیرم محضه معلوم نباشه. فقط شیرنگ شیرنگ زدن. ابراهیم زنگ بزن بیاد اینجا کی میخواد بیاد. حرکت جایی با ما برمیداشتم تو نباید اینجا بگم من نندازش یه دست آه درد یه دست نزد خودش برو اوکی ولی یه بار تا فوکس میگیره 3 2 1 حرکت. میگه آقا معلم اوکیه؟ تو آقا معلم بازم آقا خانم آقا باور آماده نبودش نه برو میگه آقا معلم آقا زمان ده بگم دسته دور الان احساس کنم واسه فوکس ببینم برگردون که تو کیف من ببین چیه چقدر میلم رو هم نگرم جلم درد گرفت. اضافه ها رو جمع کن بریم. 3 2 1 الان این فرمش میگه که بالا بیرون نگاه کنه زنگ خورده نرو تو هم مثل من تو قصه کم بیاری نرو تو هم نمیتونی درون بیاری نرو این آخر در فیلم پخش میشه بمون تو که میدونی من سکوته من بعد روش میگیم یه دست فقط تحقیرآمیز من نگاه کنم خب من تو باید یه کار کنم نه نمیشه آقا نمیشه بعد چه برو چه داستانه مثل آهنگ نه خب چی؟ کپی رایت؟ آره نه اسکولی؟ یا من در حسابش شکایت کردم نمیتونم بریم عملات نمیشه برو از اول بیا آره بریم 3 2 من مثلا یه جا دیالوگ کنیم نه 3 2 1 الان چی بهتره؟ الان زنگ می‌خوره
با همه در میان دیگه چون نمی‌بینیم زنگ خورده چرا نمی‌بینیم دیگه مثلا اون دیگه همیشه زنگ بخور مثل گام میره همیشه زنگ بخور مثل گام میرفتیم و چی شد؟ همیشه زنگ بخور مثل گام در میامدیم میرفتیم و چی شد؟ بعد وای وای کنید دارید میخواد سرناشته کنه وقت ما میگیم نه رو بعد میاری تو دستی وای دو ترا میگیره بچه ها سکوت داریم یا خب بچه ها خیلی از آشناییتون خوشحال شدم. روز خوبی داشته باشید. خدافظ. بچه ها جلو در میرید من خودم واسه اسم موشه نه اسمشو نه در باز کنه در باز بشه با اون دستش بله با اون یکی بله با اون یکی 3 2 1 خب بچه ها خیلی از آشناییتون خوشحال شدم. روز خوبی داشته باشید. خدافظ. 3 2 1 معلمو پیدا شد داره میره بای بای کن 3 2 1 علی تو دیگه نباش دیگه تو آبی رو نبر اونجا مثلا یه جوری هست سه دو یک سلام معلم افتاد یه بار دیدیم نمی‌کنه بهش نگاه کنید نه که چشه اینجوری رو ببین که پاور میکنه سه دو یک بعدش چیزی بر آقا مولی بیا در باز کن ساکت اینجا طویله است من معماری اینجا تو میگه آره نه یا آقا ته حیات به شما ابراهیم رو بفرست در باز باشه پدرمون لرد بشین اینجا چیز مرتضی بشین اینجا داشت تو رو نگاه کنه مرتضی رو نگاه کن مرتضی برمیگرده اونجا به شما نه ببخشید اینجا بشین ببخشید اینجا من معماریام میگه مرتضی برمیگرده آب نه آقا اشتباهی خرید تر حیاته برمیگردی بگو ببندید دهنتون بگو ببندید دهنتون بعدش بگو ببندید دهنتون مرتضی آره نگه اوکی بریم بعد دهن یولی ببندید بخوام بریم خانم مصطفی
باید بریم بیرون شما. بریم سه. کی صد برده؟ آره در آره. بریم. سه. بریم وایسا بریم. 3 2 1 آره ماشین رو بیاد تو کلاس. بچه یه بخندیم. آقا در اون کلاس رو ببندی. من مسئول کودکدانی ام. باید جمعی فامیل سری کلاس. 3 2 بچه سود 3 2 1 اینجا طبیله است. ببینید دهنتون رو. خانم مصفایی میکنم. خوبه. اون صدا هم نمیده چون اینجا سر صدا خفی میخواد باشه صدا چه اوکی. خب بعد فرموشو بگید که بگید دونه سلام امیدی هستم مربی بهداشت. خب بریم. میخوایی یه علی نشسته باشه اینجا؟ خب از اینجا باید بشینید الان چون پیشش بود. آره. بدون یه دیگه میتونم از خواب خارج شه. پیش بده. هر کدوم تو سلام بدید. بریم. علی بشین. نه هیچ صحبتی نمی‌کنم. اینجا همه داد میزنن سلام امیدی. بعد ببین اینطوری نگاه. چشم هم نگاه کن. چشم هم نگاه. سلام. امیدی هستم مربی بهداشت. یعنی با همه داری صحبت می‌کنی. اینجا اصلا من میشینم اونور امیرعلی رو نگاه کن، مرتضی رو نگاه کن، من رو نگاه کن. علی تو هم یه جایی تو قاب می‌بودی یا خودی دسته و یه قرار مرا یه جوری تو قاب. تست کن یه امتحان بگی اصلا یه امتحان بگی سلام. سلام امیدی هستم مربی بهداشت. عالی. اون دوتا خیلی تاثیر داره شاهد باشه. خیلی اونوری نشدی. بخاطر اینکه یه رو خودت نشون بدی کلا. آره منم نگاه کن. آقا خودت رو فروختم کجا؟ یک. سلام امیدی هستم مربی بهداشت. دوربین نگاه. سلام امیدی هستم مربی بهداشت. خب نه بالا من. سه دو یک. سلام امیدی هستم مربی بهداشت. یک. خب بچه ها هر سوالی که راجع به بهداشت فردی دارید بپرسید راحت باشید. عجله داری یه بار دیگه. تو وسط یه جوری دوست داری تو تمام وسط شه. دیگه. ناز کن. نه خیلی یه ناز داری. باش برو دوباره باش بدون خب برشون من همین دیگه. سه دو یک. خب بچه ها هر سوالی راجع به بهداشت فردی دارید بپرسید راحت باشید. دوربین نگاه. اون برام نگاه کن. اون نگاه. اون نگاه. آره اینجا. همش. سه دو یک. خب بچه ها هر سوالی راجع به بهداشت فردی دارید بپرسید راحت باشین. کلا می‌خوام. آره وسط نگاه. اون بچه اون رو من نمی‌دونم که یاد فقط زیر بدی. همین اینجا نگاه کن بده. اون رو اون نشون بده. بریم. سه دو یک. خب بچه ها هر سوالی راجع به بهداشت فردی دارید بپرسید راحت باشین. منو نگاه کن همین چهرت اینجا میخواد بشینه. اینجا اون کسی که ازت سوال میپرسه اینجا به من نگاه. به من نگاه کن رو بعد. سه دو یک. بله. یه برقا بگه ندرسه ریاکشنش. نه چرا اینجوری شه؟ یه دو بهتر ما فهمیشیم همه فهمیشیم. معلم تو هم تو راه می‌ری. من اینجا
دادا چی می‌گی؟ به معلم بولی. برای معلم بلند شد. تو به خانم معلم نگاه کنی که بعد تو بلند شد. بعد رو بتمن دید. دیگه میگی یعنی نه سه خانم معلم رو تو تصویرش میاد. داشت من میزنم. سه الان گفتی بله ها گفتی بله تو هم نال هوا باش یه بار دیگه بگو بله بلند. سه دو دیالوگشو بگیرن. سه دو یک. وایس دست بون. خب خانم شما مجرد سه دو یک. خانم شما مجردی؟ بله. خب بعد اینجا مسعود اینجا نشسته فهم به مرتضی نگاه کن اینجا آقا خواهم برید دستشویی بعد اینکه سوالا رو راستش میگید تا میگید شما حتما یه مشکلی دارید همون بیرون وایسید من آدرس شما رو مطمئن بهتون میدم تشریف بیارید مطمئن خب بریم نشست. همه دست سوالا نه همینجا برید دستشویی چیه علیزا؟ همونجا وایس دیالوگشو بگه بعد دیگه بفرمایید. آره چون وگرنه باید بیاد تو قاب. آره بعد که شما فکر کنم مشکل دارید دیالوگشو بگو ولش شما که چی میگه آقا مسعود شما حتما یه مشکلی دارید تشریف داشته باشید بیرون من کار کنم مثلا شما رو مطمئن بهتون تشریف بیارید مثلا مشکل برسید دو یک آقا اجازه برید دستشویی شما حتما یه مشکلی دارید بیرون وایسید کار مطلب بهتون سه دو یک. شما حتما یه مشکلی دارید بیرون وایسید کارت مطلب بهتون بدم تشریف بیارید به مشکلتون رسیدگی کنم. اوکی هم وایسی آره اوکی خب اینجا همه کلاس بگم که نمیخوام بکش معلم در میاد دیگه بشه خفش بشه سر جاز ما رو بردی علی بگم چی؟ همه بلند شد بگو خفش میشه سر جاز خفش بشه سر جاز ما رو بردی همون نشسته بگو. لاکی فهم نوش خب شما بگید من لاکی که آوردی کار میکنه کدومه؟ سه اینه؟ سکون تمام بریم علی اصلا میذارم باش برو درست سه چی گفتن که من میگم بدم بچه ها اولش هم گفتم آقا برید دستشویی همه با هم خفش بزنید سر جاز ما رو بردی سه یه نگاهشو ریاکشن برو نگاهشو سه دو یک. خفشید بشین سر جا دادم آبرو نبردیم بازه با جملهش پنجاه نفر بودن همین بومی اومد الان 10 نفر اینجا همین بوم رو میدن پس اون نفری که اون بوم رو ساکن میمونه تو همین زمان دو یک. خفشید بشین سر جا دادم آبرو ما نبردیم یه بار دیگه بریم تمام کنیم. آره دیالوگ